کجا میری فایی؟ دمی سردی برون به طرف آب گرم. چشمه آب گرم؟ میبینی؟ دفعهش خب بالا میشه. برو بالایش. اون بالا برده بتقل. همینجا که بلاق میکنه. این از اینجا میبره؟ باشه چند اینجا به اینجا یک چند درجه میاد. اوه اینجا بیشتر گرمه. اینجا تابستان ولی اصلا این فضا جوش هست؟ احساس میکنی سوختی؟ سعی که خو یک دو سه چی میگی تو؟ کلا نه او بچه اینی جای سعی کنی یک یکش دو نمیشه دست تا که میگیری گرم میکنی یکت به دو نمیرسه اینی دستم یک هست یک دو سه اینا اوه الله چقدر خوان میکنه با خدا گرم تا به خانه باریم تو بیا همه چه دست تا اینجا بگی نه آلا عمل دا ما باید نواستی؟ خو یخ هست او یخ هست اینجا بیا دستا گرفته نمیتونی اینجا تاسه دستت میسوزه تو باش برو ما رو هم ببینیم کچ تو خیر نه فاصله والا فایده میکنه اینجا بیا او یخ هست خیر تو که نمیسوزی او یخ هست والا سوختی جوشی تو والا یا چشمه با بوتانگی هم کردن از جوش کنه کجا چشمه با بوتانگی کجا هم بولو اونجا اون طرف در کرود همونجا میبره یا خیز کنیم با می باین نه میسوزی والا پیم چی میکنی جا پشت گب نگرد که اگه از یک گرم این تو بیا دست بزنده نه اینجا جوشی سبا او بسیار این ماست او اصلیش نمیجا میبره خو داغ نمی خوک جوش است از شاید تا 60 درجه سانتیگراد باشه دیگه یا از زیر زمین میبره بسیار زیاد حدود 70 درجه یا 60 درجه گرمیش هست هیچ امکان نداره کسی دست خود از 3 ثانیه زیادتر بگیره یعنی چوب البته یک زدگان بکنه میشه این زیاد چه میره کند میشه این رگا حتی مایده از روی چیزا مبره این یه دست یه دفعه داخل که یک دقیقه یک ثانیه هم میشه این بیاری بگو کی آیا زیر از این کو میایه یا از کجاست عبور میکنه معلوم نیست ولی که این چشمه مکملا آب جوش است دری برای ما هم سر خودم میشینده میاب اینجا بسیار داغ است کجا؟ اینجا زیاد داغ است هده زدن نمیشه آدم بسیار داغ واه اینجا مرز تاجیکستان هم است او کو مربوط تاجیکستان میشه چی میکنه لالا فهیم؟